از همون لحظه‌ای که صدای شنهای بیابان آراکیس رو میشنویم متوجه میشیم یه چیزی بسیار عمیق پشت این صدا هست. این صداها فقط بخشی از صحنه است یا پیام پنهانی دارن؟ چرا پل آتریز و فریمن ها به شکل نامنظم باید روی شنای بیابون راه برن؟ چه ارتباطی بین اسم آراکیس و عراق وجود داره؟ چرا مستقیما نام مهدی منجی مسلمان ها توی این فیلم برده شده؟ ماجرای بنی جزیره و دستکاری ژنتیکی چیه؟ از شنها تا موجودات اسرارآمیز، از دستکاری ژنتیکی تا نامه‌های معنادار، اینجا تو دنیای دون همه چیز متفاوت رخ میده و ما قراره به این لایه‌های پنهان دون بپردازیم. آماده هستیم برای کشف این رازها؟ سلام، من علیرضا باونپورم. توی این کانال میخوایم به صورت چند تا دوست که دور هم نشستن توی یک جمع دور همی درباره یه فیلم نظر بدیم. فیلم این بارمون درباره دون پارت 2. خب دون پارت 2 ویدیوهای تحلیلی زیادی براش ساخته شده، همشون هم خوبن، بریم ببینیم، بخشی از اطلاعات رو بهتون میده. من میخوام تو این ویدیو به یه بخشی دیگه بپردازم که کسی تا حالا نپرداخته و سوال همتون هم مطمئناً هست. خب توی این ویدیو قراره درباره چند تا نماد مهم توی فیلم دون صحبت کنیم. اولا بهتون بگم نماد وقتی اسم میاریم منظورمون یه عدد خاص یا یه فرم شگفت انگیز نیست. همه چیز توی فیلم میتونه نماد باشه. درخت، آب، کلاه، دریا، خورشید، راه رفتن، قاب بندی، نمیدونم نورپردازی، فیلمبرداری، همه اینا یه نمادی که کارگردان استفاده میکنه از اینا تا یه مفاهیمی رو به ذهن شما منتقل کنه. یه ویدیو ساختم درباره کالکتیو آنکانشس، نظریه ضمیر ناخودآگاه جمعی کارل یونگ که متحول کرده به نظر من هنر و علل خصوص سینما رو. بسیاری از کارگردانان مطرح دنیا دارن از این تکنیک استفاده میکنن. خب بیاین شروع کنیم. بنی جزیره و دستکاری ژنتیکی، انتخاب پل به عنوان منجی. اگه بخوایم توی لایه سطحی بررسی کنیم، بنی جزیره یه فرقه یا یه گروه مرموز معنوی، دینی، روحانی میشه بهش گفت که توی فیلم کنار پادشاه‌ها توی اقوام مختلف وجود دارن و مسئولیت هدایت معنوی این حالا پادشاهان یا گروه‌ها یا ملت‌ها رو بر عهده دارن. این لایه ساده و تحلیل ساده بنی جزیره تو فیلم دونه. اگه بخوام از نظر فنی بررسی کنیم، خیلی قشنگ دنی ویلنوو اومده کار کرده. یه فیلم ارایول رو تحلیل کردم. تحلیل که نمیشه گفت، یه بررسی کوچیک کردم. یکی از سکانس‌هاشو من بررسی کردم. مثلا معجزه میکنه دنی ویلنوو با این سکانس هایی که میسازه. حتما برید یه سکانس ابتدایی تو فیلم اول فیلم ارایوله. این سکانس تمام فیلم رو میاد تو چند ثانیه به ضمیر ناخودآگاه شما منتقل میکنه. واقعا حقشه که بهش بگیم یکی از بهترین کارگردانای قرنه. از نظر فنی بیایم بنی جزیره رو بررسی کنیم. بنی جزیره توی عموما بیشتر سکانس ها میتونم بگم تو بیشتر سکانس ها توی کلوزآپ قرار دارن. قرار گرفتن بازیگر تو کلوزآپ، نورپردازی که عموما بنی جزیره توی سایه قرار دارن، قاب بندی که بنی جزیره رو توی قاب یا فضای تنگ یا توی یه قاب کوچیک یا توی یه غار قرار میده، حس رمز آلود بودن، رازآلود بودن، آره درسته، رازآلود بودن، مرموز بودن، قدرتمند بودن رو میاد به ما منتقل میکنه. یکی از سکانس های مهم هست، یه بخش کوچیکی که در حد 1-2 ثانیه است رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. Then what hope is there? Hope. We are Bene Gesserit. تو این سکانس یکی از کاراکترهای بنی جزیره رو نشون میده. اگه بخوایم این سکانس رو از نظر تکنیک‌های سینمایی و لایه‌های عمیقی که بخواد به ذهن ما منتقل کنه کارگردان بررسی کنیم، بخش اولش به نظر من یکی از مهمترین بخش‌ها بخش نورپردازی. تو این سکانس بنی جزیره در سایه قرار میگیره، چهرهش پنهان شده است. این تکنیک میتونه بیانگر رمزآلود بودن و قدرت مخفی این گروه باشه. نور ملایمی که میبینید از پشت و نور ملایم و تقریبا تاریک از پشت میتابه، احساس سردی و جدیت این صحنه رو به ما منتقل میکنه. اگه فیلم رو دیده باشین حتما میدونیم که تو این سکانس چه دیالوگ رد و بدل میشه. حالا بیاین درباره قاب بندی حرفه‌ای صحبت کنیم. ستون‌های موجود تو تصویر ساختار هندسی و منظمی دارن که میتونه نشانه ای از نظم و ساختارمند بودن بنی جزیره باشه. قاب بندی از طریق ستون‌ها و دیوارها به گونه‌ای
انجام شده که شخصیت رو توی یه چارچوب مشخص و محدود قرار داده و یه فضای بسته رو ایجاد کرده. میتونه به عنوان نماد محدودیت‌های سنتی و نظم سختگیرانه بنی جزیرید باشه که دقیقاً با این سکانس چند ثانیه‌ای همخوانی داره که حالا دیالوگ‌هاش رو میتونیم بریم ببینیم. زبان بدن توی این سکانس چطوریه؟ بازیگر میره، دوربین باهاش حرکت میکنه و ما خودمون رو یه لحظه جای بازیگر قرار میدیم. کاراکتر بنی جزیری کاراکتر میچرخه به سمت دوربین و دستها رو روی هم قرار میده. کاراکتر بنی جزیری میبینی کاملا ساکنه. این سکانس میتونه حس عدم حرکت و تسلط کامل رو به مخاطب منتقل کنه. وقتی که کاراکتر تو چارچوب وایساده میتونه نمادی از گذر از یه فصلی قدیم به فصلی جدید باشه که دقیقاً با این سکانس همخوانی داره که دارن جایگزینی معرفی میکنن و فیدروسا رو داره کاراکتر بنی جزیرید فیدروسا رو معرفی میکنه به کاراکتر دیگه بنی جزیرید. از نظر معماری بچه‌ها خیلی جالبه این سکانس. این قاب یه طراحی معماری ساده مینیمالیستی داره. تو پس زمینه ما خطوط عمودی و افقی داریم. بیانگر دوگانگی و تضاد موجود توی سیستم بنی جزیرید میتونه باشه. همونجور که میدونین کاراکتر دختر پادشاه به این مادر روحانی میگه خود ما تعلیمات بنی جزیرید باعث شد که این منجی به وجود بیاد. یه جوری داره انتقاد میکنه به سیستم. اما بنی جزیرید توی این فیلم یه لایه پنهانی هم دارن. The Voice، صدا، چیزی که توی فیلم بهش گفته میشه صدا. بنی جزیرید میتونن یه صدا تولید کنن، یه صحبتی بکنن، خیلی بخوام عادی بگم میتونن صحبت کنن، تقریبا شبیه به هیپنوتیزم روی ذهن طرف مقابل تاثیر بذاره. این لایه پنهان یا لایه عمیقش رو یه لحظه بزنین گوشه ذهنتون، بهش میرسیم. بیاین یه لایه دیگر رو بررسی کنیم. چرا پل آتریس و فریمن ها باید روی صحرا، روی شنهای صحرا به صورت نامنظم راه برن؟ تو لایه اولیه وقتی نگاه میکنیم این نامنظم راه رفتن میتونه نمادی از تلاش برای بقا باشه. کرم‌های شنی بر ارتعاشات منظم حساسن. اگه توی صحرا ارتعاش منظم وجود داشته باشه کرم‌های شنی به اون ارتعاش منظم حمله میکنن. این نامنظم راه رفتن یک استراتژی برای بقاست. فریمن ها استراتژی بقاشون توی صحرا نامنظم راه رفتنه. اما این لایه سطحی فیلمه. از نظر تکنیکی هم بخوایم بررسی کنیم، ببینید دنی ویلنو وقتی میگم یه کارگردان بزرگه میاد از یه طرح ساده یعنی نامنظم راه رفتن روی شنها سکانسی پر از اضطراب و دلهره برای ما خلق میکنه. نامنظم راه رفتن در این حال کات‌های منظمی که توی فیلمبرداری و تدوین اومده این نامنظم راه رفتن خورده. نامنظم راه میره، کات‌ها منظم، حس اضطراب و دلهره رو به ما منتقل میکنه. پس کار خودش رو درست انجام داده، حسه به ما منتقل شد. اما اگه بخوایم لایه پنهان یا لایه پنهان که لایه عمیق‌ترین نامنظم راه رفتن رو بررسی کنیم، اینم فعلا برداریم کنار اون صدای بنی جزیره بزنیم گوشه ذهنتون. بریم سر اصل ماجرا. کرم‌های شنی، سند ورمز و اسپایس. این دو تا نماد چه چیزی توی فیلمن؟ تو لایه سطحی میتونیم کرم‌های شنی رو به عنوان موجودات خارق العاده و عظیم یا نیروی طبیعت توی آراکیس در نظر بگیریم. اسپایس هم یه ماده ارزشمنده که حالا میتونه نفت باشه، میتونه طلا باشه، بخوایم سطحی بررسیش کنیم توی جهان امروز. اما به نظر من خیلی بچگانه است بخوایم فرانک هربرتی که 20 سال روی یه فیلم یا روی یک رمان وقت گذاشته و دنی ویلنو کارگردان بزرگ و هالیوود بیاد پشت این فیلم یه فیلم بسازن فقط یه کرم شنی و اسپایس رو بیان نماد حالا طلا و نمیدونم نفت به ما معرفی کنن. چیزی بسیار عمیق‌تر پشت این دوتا نماد وجود داره. به نظر من کرم‌های شنی و اسپایس کرم‌های شنی میتونه نماد پیامبران باشن یا اعتقاد مردم. اسپایس میتونه نماد اعتقاد و بهتون میگم یه لایه که نظر منه، چون من خودم هنوز قطعیت درباره این دوتا نظریه ندارم، هر بار که بررسی میکنم جوابهای جدیدی میگیرم. از طرف این کرم‌های شنی میتونه نماد پیامبران باشن. چرا؟ چون محافظ اسپایسن و ارتباط بین پل یا موجودات یا انسانها رو با موجودات فرازمینی فراهم میکنن. یا مثل پیامبران. توی فیلم تقریبا میتونم بگم فرانک هربرت یه رمان ضد دینی اومده نوشته. پس کرم‌ها رو نماد برای همین غول‌پیکر و ترسناک نشون داده.
کرم‌های شنی رو نماد پیامبران گرفته که از اسپایس محافظت میکنن. اما ارتباط اسپایس و کرم‌های شنی چیه؟ اگه فیلم رو دیده باشین میدونین کرم‌های شنی با فعالیت‌های بیولوژیکی اسپایس رو به وجود میارن که ماده خیلی ارزشمندیه. اگه اسپایس رو بخورید تحولاتی توی بدنتون اتفاق میفته، چشماتون آبی میشه که میتونه نمادی از تحول معنوی توی شخصیت فرد باشه و میتونه عمر طولانی، آینده بینی، گذشته رو میتونه ارتباط با گذشتگان هم هست. به نظر من اسپایس و سندورم یا کرم‌های شنی نماینده اعتقاد. وقتی که پل آتریس بر کرم‌های شنی مسلط میشه، مادر روحانی که همون جسیکا باشه اعلام میکنه که خبر رو میده برین اعلام کنین مهدی ظهور کرده. در واقع پل بر اعتقاد مردم سوار شد که کرم‌های شنی هستن. وقتی که بر اعتقاد سوار شدی، اسپایس چی میتونه باشه؟ داخل پرانتز باید بگیم دیگه، اسپایس میشه جا خالی. اسپایس نماینده قلب و ذهن مردمه. وقتی شما بر اعتقاد سوار شدی، این شبیه کرم نیست، اینجوری بگیم فکر بهتر باشه، اینجوری بهتره. پل بر کرم‌های شنی مسلط میشه. وقتی بر کرم‌های شنی مسلط شد، بر قلب و ذهن مردم مسلط میشه. اون وقتی که میتونه به عنوان منجی خودش رو معرفی کنه. داخل پرانتز راجع به مادر پل بگم، تو بخش بنی جزیرید باید میگفتم، اینجا من نوشتم رو کاغذ ولی یادم رفت، چون نگاه نمی‌کنم یادم رفت. بانو جسیکا یکی از برجسته‌ترین اعضای بنی جزیریده. یه اشتباهی که من ندیدم کسی به این اشاره کنه، تو کتاب اومده بنی جزیری شاگردانی که تربیت میکنه رو به عنوان معشوقه به پادشاهان میده. پس بانو جسیکا همسر دوک لتو نبوده، همسر رسمی یا قانون بگیم تو کهکشان نبوده، معشوقش بوده. به خاطر عشق زیادی که داشته باید دختر به دنیا می آورده، ولی به خاطر عشق زیادش به دوک لتو میاد خلاف قوانین عمل میکنه و پسر به دنیا میاره و بخواد این پسرش رو به عنوان منجی معرفی کنه. بنی جزیری‌ها، زن‌های بنی جزیری قدرت رو دارن که فعل و انفعال توی بدن خودشون داشته باشن. میتونن بچه رو ژنتیکش رو تعیین کنن پسر باشه یا دختر. و توی یه بخش هم می‌بینید وقتی که آب حیات رو می‌خوره بانو جسیکا نمی‌میره. پسرش میگه که اینا تعلیم دیدن برای استفاده یا خوردن این آب که این اتفاق براشون نیفته. این داخل پرانتز بود. پس بانو جسیکا همسر رسمی دوک لتو نبود. مثلا اینا به عنوان همسر رسمی نمیشن، معشوقه پادشاهان میشن. برگردیم سر بحث اصلیمون. وقتی پل بر اعتقاد مردم سوار میشه، قلب و ذهنشون رو دستش میگیره. اون وقت اینا که این ملتی که قلب و ذهنشون دست پله، چشم و گوش بسته دیگه میان از پل اطاعت میکنن. آخر فیلم میبینیم که دیگه اینا قیام میکنن، میگه آقا پادشاهان یا کهکشان یا سیارهای دیگر تو اطاعت نمیکنن، چیکار کنیم؟ پل هم میگه به بهشت بفرستینشون. اینا دیگه اطاعت میکنن چون قلب و ذهنشون دست پله. اما دلیل من چیه؟ بیاین دلایل رو بررسی کنیم، فیلم رو بررسی کنیم، ببینیم برای این که به این مطلب برسیم رمان و کارگردان یک چیزایی گذاشتن، یه رد پاهای خرد نونایی گذاشتن که ما به این معنی برسیم. به نظر من گذاشتن. یکی از راهنماها، یکی از خرد نونا اینه: دستگاه‌های بزرگی که میان توی بیابان و میخوان اسپایس رو استخراج کنن، چون صداهای منظمی دارن، معمولا مورد حمله کرم‌ها قرار میگیرن. اگه اینجا ما اسپایس رو نماینده قلب و ذهن بگیریم، فرانک هربرت میخواد اینو بگه: اگر شما به صورت با دستگاه‌های بزرگ، با کت و شلوار، با لباس‌های اتو کشیده بخواید برین یک ملتی رو دست بگیرین، نمیتونین. اما اگر اینو برداریم بریم سر جاش، اما اگر با گام‌های نامنظم، به صورت تکنیکی، به صورت غیر قابل تشخیص به سمت اینها حرکت کنی، میتونی اینها رو، این ملت رو، این قلب و ذهن رو به دست خودت بگیری. پس دلیل این نامنظم راه رفتن مشخص شد. 20 سال برای یه رمان وقت بذاری 100% نمیایی مثلا راه رفتن نامنظم رو یه نماد ساده در نظر بگیری. دلیل دیگه من چیه؟ تا وقتی که پل بر این کرم‌ها سوار نشده، تقریبا نه خودش باور داره که منجیه، نه اینکه مادرش میتونه رسما اعلام کنه که این منجیه. اما وقتی که پل بر کرم سوار میشه که نماد اعتقاد یا اون دین میتونه باشه
و وقتی که بر قلب و ذهن که اسپایس مسلط شد، چون آخر فیلم می‌بینیم دیگه تهدید می‌کنه، میگه اگر مثلا شما این کارو نکنید من منابع اسپایس رو منفجر می‌کنم. پس بر اسپایس هم مسلط شده، قلب و ذهن رو دستش گرفته. بعد از این اتفاق که میتونه سوار کرم بشه، مادرش میگه دیگه اعلام کنیم که مهدی ظهور کرده. در واقع اعتقاد و قلب و ذهن مردم رو پل دستش میگیره. حالا میایم جواب سوال بعدی رو هم بدیم. صدایی که بنی جزیری تولید میکنه در واقع یک نماده برای اینکه بنی جزیری یک اعتقادی رو تولید کرده، یک معرفت، یک معانی رو تولید کرده به عنوان صدا. چرا مثلا لمس نذاشتن؟ میتونیم از خودمون این سوالو بپرسیم دیگه. چرا بنی جزیره تو خیلی از فیلم‌ها اینا؟ چرا بنی جزیره مثلا با لمس بقیه نمیتونن هیپنوتیزم بشو کنن؟ مثلا لمس کنن هیپنوتیزم کنن. چرا باید صدا توی این فیلم انتخاب بشه؟ یک، صدا غیر قابل مشاهده است. شما صدا رو نمیبینید. دو، نمیتونی در برابرش مقاومت کنی. شاید بگی مثلا گوشمو میگیرم، ولی وقتی نمیدونی کی میخواد این صدا تولید بشه، کی میخواد گوشتو بگیری. میتونی چشمتو ببندی، ولی نمیتونی غیر ارادی جلوی شنیدن رو بگیریم. پس بنی جزیری صدایی که تولید میکنن نماینده یک معرفتی که تولید کردن که گفتن مثلا یک منجی قراری ظهور کنه با این مشخصات. وقتی که این اعتقاد تولید شد، این صدا تولید شد، شما انگار هیپنوتیزم شدی. اینجاست که میبینید فرانک هربرت کاملا اومده ضد دین عمل کرده و توی رمانش کاملا دین رو رد کرده و میگه که اگر یک اعتقادی تولید بشه، این اعتقاد وارد ذهن مردم میشه، مردم هیپنوتیزم میشن و ناخودآگاه تحت تسلط اون فرقه قرار میگیرن. بچه‌ها نمیخوام خیلی بحث طولانی بشه، 3 تا از اسمایی که توی فیلم هست رو و قرار باشه رو بررسی کنیم. اولا داخل پرانتز بگم اسم فرهاد احتمالاً توی پارت 3 قرار باشه. من نمیدونم چقدر درسته این حرف یا نه. بعد بررسی کنیم کسایی که کتابو خوندن تو کامنت ها بگن که قرار دون پارت 3 اسم فرهاد رو داشته باشیم، فرهاد ایرانی به اسمی که ایران هست رو داشته باشیم یا نه، که نشون میده فرانک هربرت تو کتاب که هست فرانک هربرت چقدر تسلط داشته روی تمام فرهنگ ها و ادیان. مهمترین اسمی که توی فیلم میشنویم، پل. چرا اسم پل انتخاب شده؟ بازم نباید خیلی ساده باشیم. چرا مثلا فرانک هربرت جورج نگفته مثلا؟ چرا نگفته مثلا دیوید؟ چرا پل اگه بخوایم همون ضمیر ناخودآگاه جمعی رو در نظر بگیریم به عنوان کهن الگوهای نظریه کارل یونگ، پل توی مسیحیت خیلی معنا داره. پل یکی از پیروان حضرت مسیح بوده که تعالیم حضرت مسیح رو یاد میگیره و این تعالیم رو حالا گسترش میده، توی شهرهای مختلف میره و این تعالیم رو به مردم آموزش میده و یک سفر معنوی داره این پل، از آموزشی که داره پیش حضرت عیسی و این سفر معنوی که به عنوان یک رهبر معنوی یا یک تعلیم دهنده انتخاب بشه. پس پل برای مسیحی‌ها خیلی معنا داره. برای همینه که اسم پل هم توی این فیلم انتخاب شده. از دون پارت 1 یه پسر جوونی که نمیخواد قبول کنه، میایم به پایان دون پارت 2 که خودش رو تقریبا منجی یا مهدی معرفی میکنه. یه اسم مهم توی فیلم هست، من کوتاه میکنم، میخوام بحث طولانی بشه. چرا اسم آراکیس انتخاب شده؟ بچه نظر من اینه، فقط نظرتون تو کامنت ها بگین به نظرتون میتونه درست باشه یا نه. اولا اون ایس آخرش آراکیس، ایس آخرش رو برداریم، چون یه اسم توی هر زبانی هر چیزی که بره یه چیزی میگه، مثلا یه پسوند میگیره. مثلا کور توی زبان ایرانی خودمون، زبان کردی به عنوان پسر، وقتی که کور میره توی یونانی کوروس میشه، اسم میگیره. حالا این اسم ممکنه بیاد توی عبری که فرانک هربرت مسلط بوده، سین به شین تبدیل میشه، کوروش تبدیل میشه، مثلا اون پادشاه ایرانی ها. این اون اس آخرشو برداریم، آراکیس، ایس آخرشو برداریم، آراک میمونه. چقدر شباهت وجود داره بین آراک و عراق. درسته؟ از طرفی هم یه شباهت دیگه هم هست. عراق بیابانیه، سیاره آراکیس هم کاملا بیابانیه. یه شباهت دیگه هم هست. درسته مهدی مسلمان ها، منجی مسلمان ها از عربستان ظهور میکنه، ولی خب حکومتش توی عراقه. تشکیل حکومت منجی مسلمان ها توی عراقه. سیاره آراکیس هم محل شروع حکومت پل آتریس یا مهدی منجی فریمن هاست. خیلی شباهت جالبیه. من نظر خودم این بود، نظرتون تو کامنت ها بگید. بریم سر آخرین و مهمترین بحثی که احتمالاً سوال شما هم هست، بس خیلی طولانی شد. چرا مهدی اومده انتخاب شده؟
من نمیخوام بحث خیلی ایدئولوژیکی بشه، فقط داخل پرانتز یه چیزی بهتون بگم. یک سریال نتفلیکس ساخت، فکر کنم 3-4 سال پیش بود، مسیح یا ماشیح. مسیح میشه برای مسیحی ها، ماشیح همونه که میاد توی عبری و سین به شین تبدیل میشه، ماشیح یا مسیح خود ما فارسی زبان ها یا مسلمان ها. توی این مسیح که نتفلیکس ساخته، ببین حتما ببینید، من چند سال پیش دیدم، یک شخصی میاد با یه قدرت‌های خارق العاده و طبیعی، میتونه از اردن یا فلسطین میره به آمریکا و یه کارهای روی آب راه میره و خیلی هم شبیه به حضرت مسیح درستش کردن، موها بلند، چهرهش خیلی شبیه به حضرت مسیحه. فصلش ساخته شد و ادامه پیدا نکرد، ولی اگر ادامه پیدا میکرد من بهتون قول میدم قرار بود این مسیح یا منجی رو به دجال تبدیل کنن. تقریبا هالیوود این کارو انجام میده، اول یک شخص رو به عنوان برجسته میکنه به عنوان رهبر و بعد همین شخص رو تبدیل میکنه به دجال. قطعا اسم مهدی توی این فیلم عمدن انتخاب شده و قرار مهدی، همونجور که همتون میدونین دیگه، توی رمان هم اومده، مهدی توی دون پارت 3 به دجال تبدیل میشه. شخصیتی کاملا خونریزه، خونخواره، کشت و کشتار و قحطی رو به دنبال خودش میاره. بچه سکانس های دون خیلی زیاد بود، میخواستم هر کدوم از سکانس ها رو بگم. همون سکانسی که خواب پله که پشت سر مادرش داره راه میره، خودش چرا بگم واقعا 10 دقیقه میشه راجع فقط همین سکانس صحبت کرد. اگه دوست داشتین ادامه بدیم اینجور بحث‌ها رو دوست داشتین، تو کامنت ها حتما برای من بگین که بحث‌ها ویدیوهای کوتاه براتون تولید کنم، نظرتون تو کامنت ها بگین. نکته مهم اینو توجه داشته باشین، اولا لایک کنین ویدیو رو، کامنت کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. دون پارت 3 مسیح انتخاب شده، اشتباه نکنین. قرار نیست که مسیح همون مسیح یا حضرت عیسی باشه. مسیح صفت بچه‌ها، مسیح به منجی گفته میشه، پس میتونه مسیح همون مهدی منجی مسلمان هاست. برای همین مثلا ما توی قرآن وقتی که عیسی ابن مریم گفته میشه، مسیح عیسی ابن مریم، مسیح صفت عیسی ابن مریم. ممکنه کسای دیگه هم باشن مسیح باشن، یعنی منجی الهی باشن. پس دون پارت 3 مسیح اسمی نیست که بخوایم برای مثلا بگیم حضرت مسیح به کار برده شده، پس اسم مهدی تو دون پارت 3 اتفاقی بوده یا کلی به کار برده شده. موفق باشید.